رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبری خدا رو سوال کردن که ریبا چی مقدار گناه است؟ آیا گناه ریبا، گناه پرتسینخوری، گناه سودخوری یگان مقدار دارد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث فرمود که الربا بضع و سبعون بابا. پیغمبری خدا گفت که ریباخوری، پرتسینخوری 70 و چند دروازه دارد. 70 و چندی گفتگی از 73 تا 79 را میتونیم بگیم برای چندش بود. 70 و چند دروازه دارد. همین گناههای کبیره هستند. ادناها کاتیان رجل امه نعوذ بالله. از همین 70 و چند دروازه ای که می گناههای کبیره هست در ریبا، کمترین همون گناهش نعوذ بالله مرد با مادری خودش زنا کنه، ریباخوری از این ده بدتر است، پرتسینخوری از این ده بدتر است. جوانا گوش کنین، آگاه باشین. سختگیری ما به خاطر هست که شما بانکرات نشین، سودای شما کساد نشود، تجارت شما نابود نشود، شما فقیر مسکین نشین. همه وقت ما دعا میکنیم که خدایا همه وقت اسلام و مسلمین بالا ببرداری، ثروتمندشون کنی، اما توفیق به همراهی او عطاشون بکنی. مسلمان خدایا همه وقت ثروتمند باشه، همه وقت دارا باشه، خانه خوب داشته باشه، زنی خوب داشته باشه، فرزندهای گبگیری خوب داشته باشه، ماشینی خوب داشته باشه، جای کاری خوب داشته باشه. مسلمان که متهم به یک نامرد بیدین نشود، متهم به پاموشی کافر نشود، محتاج به آرد روغن دلاری بیدین نصرانی نشود. مسلمان خدا همه وقت مسلمانه ثروتمند بگردانه، اما توفیق به او عطا کنه. چون که امتحان خدا هم به ثروت هست. امتحان خدا با چی است؟ با گرسنگی است. قحطی به سر مملکت میاره. خدا امتحان میکند آیا مسلمان صبر دارد یا نه. خدا به سر مسلمان بعد قحطی گرسنگی میارد، بعد او فرزندش در پیش چشمش از دنیا میبره، پدر مادرش از دنیا میبره. به سر او خدا امتحان میارد که چیکار میکند؟ قشاقش میگرداند. به سر او خدا امتحان میارد، ثروتش عطا میکند. نادار است، خدا با او دولت ثروت زیاد عطا میکند. اینم امتحان خدا است، ابتلا هستیم. امتحان خدا به هر طریق است. اما بسیاری مسلمانی هست که امتحان خدا را برداشت، پول و مال ندارد. پول و مالش که زیاد شد قشاق تنگ دست است، پول و مالش زیاد شد نمازش قضا میکنه، نمازی با جماعت به مسجد دیگه حاضر نمیشه. میگه وقتم ندارم، کارم بسیار است. اذان میشنوه با مسجد حاضر نمیشه، با مسجد نمازی با جماعت نمیخونه، آهسته آهسته نمازش قضا میکنه. بعدن که دلش سیاه و تاریک شد ترکش میکنه، رفتن میگیرد از دنیا، از لذت‌های رنگارنگ دنیا مشغول میشود تا او روزی که خدا با تاری سرش بزنه و قشاقش کنه، بعداً با رو به خدا میاره. اما در اون ساعت، در اون لحظه قدر قیمت ندارد. مرد همون است در نزد خدا، همون عبادت قدر داره که جوان باشه، با قوت باشه، پولدار باشه، به عرق خوردن، به زنا کردن، به همه قدرت داشته باشه و به خاطر خدا ترکش کنه نداره. خدا در قرآن وعده کرد که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. خدا میگه کسی که به بالای گناه قدرت پیدا کرد که گناه بکنه، خوف خدا در دلش جا گرفت، بالای گناه در قادر بود که گناه بکنه، گناه نکرد، زنا را نکرد، عرق نخورد. و نهى النفس عن الهوى، نفسی خودش از خواهشش از هوا منع کرد. خدا وعده کرد که فإن الجنة هي المأوى، جنت جای همون خل انسان است، جنت جای همون بنده هست که با بالای گناه قدرت داره گناه بکنه و اما گناه را نمیکنه. مخصوص خطاب به جوان ها است. پیر کشید، افگار کشید، قدرت دیگه گناه هم نداره، دزدی کرده نمیتونه، دویده نمیتونه، میقپنش، زنا هم کرده نمیتونه دیگه، تنجه، دروغ هم گفته نمیتونه، شرمنده میشود.
دیگر چیز همه عبادتی میکرده که هم وای زانو اوف وای میانم در میکنه پام در میکنه سرم در میکنه. برای همین عمر جوانی را فردا روز قیامت در نزد خدا حساباتش علاهیده است. از همه حسابات میتیم در نزد خدا جوانی را حساباتش علاهیده است. خدا سوال میکنه بنده را، بنده مسئول است که جوانی را به چی گذراندی؟ جوانی تا در چی صرف کردی؟ خشا به حال جوانی که بگه به طاعت عبادت، به محنت حلال، به کسب حلال، به نماز و روزه، به اقامت مسجد، به خدمت کردن مسلمین. خشا به حال جوانی که میخیل جوابتا. اما وای بر حال او انسانی که در جوانیش عملی نیک عملی صالح نکرده باشه، جوانی را به دویدن به غری و به حرامی و به بی‌توفیقی گذراندگی باشه. وای بر حال او جوان که عمر جوانی را در نزد خدا چی جواب میتید.